گروهی هنرمندان و حیوانات و جانوران یک سیرک خصوصی روسیه پس از انجام یک ماه هنرنمایی در دوشنبه با سبب بستن مرزها در تاجیکستان بند ماندند. این گروه هنری ماه فوریه وارد تاجیکستان شده بود، ولی تا هنوز پاندمیای کرونا ویروس راه بازگشتشان به روسیه را بسته است. تشکر به دیرکتور سیرک دولتی تاجیکستان که ما را نگاهبین میکند. وزارت فرهنگ به ما مهمانخانه رایگان داده است. دیروز مردم دوشنبه برای جانوران ما غذای زیادی آوردند. از آنها خیلی منتظرم. گروه هنری سیرک روسیه از 8 هنرمند بزرگسال و 3 کودک عبارت است. 20 سر حیوان رام شده نیز دارند که مأموریت سیرک دولتی تاجیکستان برای نگهداریشان به طور رایگان جای پیشنهاد کرده است. این گروه برای کمک به سفارت روسیه در دوشنبه مراجعت کردند. تنها وعده گرفتند که در صورت پیش آمدن شرایط آنها را به روسیه برمیگردانند. در سفارت روسیه نتوانستند به ما کمک مالی کنند. ما در مسئله مالیوی مشکل داریم. جهت خورانیدن حیوانات سیرک برای خورانیدن حیوانات با پول زیاد نیاز داریم. متاسفانه پولمان تمام شده ایستاده است. خوشبختانه دیروز مردم دوشنبه برای جانوران غذا آوردند که برای 2 هفته کافی است. تعداد دیگر از شهروندان روسیه که نیز با سبب پاندمیای کرونا ویروس و بسته بودن مرزها در تاجیکستان بند مانده اند، شکایت دارند که سفارت روسیه در دوشنبه به آنها کمک نمی کند.